دوستان درود بر شما. امروز راجع به یه موضوع بسیار مهم میخوام صحبت بکنم. این که چرا هیچ کس رو نمیشه نجات داد. ببینید تو این چند وقتی که ما شروع کردیم این کانال و داریم گفتگو میکنیم، تعداد سوالای بسیار زیادی اومده که مثلا من پسرم رو 10 بار تا حالا کمپ بردم خوابوندم. چیکار کنم؟ پاک نمیشه. یا یه نفر هستش که مسیج داده همسر من یا پسر من یا شوهر من 20 ساله داره مصرف میکنه، بارها کمکش کردیم، از خونه انداختیمش بیرون، کمپ رفته، بهش پول دادیم، براش ماشین خریدیم یا هر کاری یه از دستمون برمی اومده کردیم، ولی هنوز پاک نشده. یا میره کمپ 2-3 هفته میمونه، برمیگرده و دوباره شروع میکنه به مصرف کردن. مسئله‌ای که اینجا خیلی مهمه که همه خانواده‌ها این مسئله رو باید بدونن، اینی که ما به عنوان افرادی که روبرو هستیم با یه شخصی که مصرف کننده هست، باید بدونیم که یه 2-3% تأثیرگذار هستیم تو زندگی اونا. یعنی 97-98% باید اون آدما تمایل به این داشته باشن که بخوان قطع مصرف بکنن و تمایل به این داشته باشن که بخوان تو اون قطع مصرف بمونن. اینجا 2 تا مسئله کاملا متفاوت است که من میخوام اینو توضیح بدم به همه دوستانی که این سوال براشون وجود داره. اول این که تا شخصی که مصرف کننده هست به این نتیجه نرسه که مصرف مواد مخدر زندگیشو آشفته کرده، اختیار زندگیشو ازش گرفته، کارشو ازش گرفته، آدما که بهش ارزش نمیدن به خاطر این هستش، خانواده طردش میکنن به خاطر این هستش، زنش یا بچهش باهاش درست رفتار نمیکنن به خاطر این هستش، تا اون که مصرف کننده به این نتیجه نرسه، به این فهم و شعور نرسه که این مواد مخدر اختیار زندگیشو ازش گرفته و فرمون زندگیشو ازش گرفته، تمام تصمیم هایی که میگیره بر مبنای این مواد مخدر هست، اون آدم تمایل به قطع مصرف پیدا نمیکنه. حالا این یه بخش قضیه است. بخش دوم قضیه هم این هستش که زمانی که اون آدم ترک میکنه، پاک میشه، باید بخواد که این پاکی رو حفظ بکنه، نگه بداره، ازش مراقبت و مواظبت بکنه. مثل چی؟ مثل اینکه شما یه گل خیلی زیبایی رو میارید توی یه گلدون داخل آپارتمانتون. از زیبایی اون لذت میبرید، بوی خوبی داره. بهش آب میدید 1 روز، 2 روز، 3 روز. و سوالی که اینجا وجود داره، آیا اون 2 روز 3 روزی که شما به این گل آب میدین برای ادامه حیات اون گل، برای شادابیش، تراوتش کافیه؟ حتما نه. چه کار باید بکنی؟ باید بهش روزانه آب بدی، ازش روزانه مراقبت کنی. مسئله پاکی، ترک از مواد مخدر، مشروبات الکلی یه چیزی هستش که روزانه باید ازش محافظت کنی و مراقبت کنی. صحبتی که وجود داره این هستش که شما وقتی که این مواد رو میذاری کنار، بدنت پاک میشه ولی ذهن هنوز درگیره. حالا چه چیزی اون آدم رو برمیگردونه، اون وسوسه رو نزدیک میکنه به این آدم؟ چیه؟ کسی که تازه پاک شده. 1، دوستانی که قبلا باشون رفت آمد داشته، باشون خاطره داشته. یعنی آدمایی که قبلا میرفتن جاهای مختلف با همدیگه مصرف میکردن. چرا؟ چون به محض اینکه شما مثلا من یک دوستی داشتم به اسم میثم، من با این رفت آمد داشتم 3 سال، 5 سال، 10 سال با این همه جاهای شهر رفتم و مواد مخدر رو مصرف کردم. به محض اینکه من این دوستم رو میبینم، اولین چیزی که یادآور من میشه خاطرات و گذشته‌ای که ما با هم داشتیم و اون گذشته خاطرات ذهن من رو آماده میکنه برای مصرف مجدد. به خاطر همین اولین قدم اینه که قطع ارتباط کامل با کسانی که مصرف کننده مواد مخدر یا مشروبات الکلی هستن. یعنی شما اون آدم‌ها رو باید این تمایل رو داشته باشی که به خاطر پاکی اون آدم‌ها رو بذاری کنار و به اصطلاح بسیاری از چیزها رو قربانی بکنی برای پاکی. اولیش اینه. دومیش چی هستش؟ هر جا و مکانی که شما رو یادت میاره، یعنی ذهنت رو فعال میکنه، خاطرات گذشته میاد که اینجا ما یک لذتی بردیم، که اینجا ما این مشروب رو مصرف کردیم، مواد مخدر رو مصرف کردیم و این لذت بود. زمانی که شما تو اون مکانها قرار میگیری و اون لذت یادآوری میشه برای شما، وسوسه پشتبند اون میاد تو ذهن شما که خب الان
یه هفته است مصرف نکردی، 2 ماه مصرف نکردی، 2 سال مصرف نکردی. چی میشه اگه یک بار دیگه مصرف بکنی؟ همه اون لذت‌ها. و مسئله کجاست؟ مسئله انسانی که یک عمری با مواد مخدر و مشروبات الکلی سر و کار داشته، اینه که یک ذهنی داره که لذت‌ها رو یادآوری میکنه بهش. یعنی ذهن من اون یک باری که من لذت بردم رو یاد من میاره. اون 99 باری که من خاری کشیدم، خفت کشیدم، تصمیمات اشتباه گرفتم، زندگیم آشفته شده، پلیس منو گرفته و هزاران اتفاق بد برام افتاده، اون 99 بار رو ذهن من رد میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه من یک ذهنی دارم که بیماره. چرا بیماره؟ به خاطر اینکه شما فکر کن چرا باید یه انسانی بیاد کار بکنه، پولشو بده و سم بخره و این سم رو وارد بدنش بکنه. یک انسان سالم، یک انسانی که ذهنیت سالمی داره این کار رو نمیکنه. پس به خاطر همین اون مراقبت و مواظبت روزانه بسیار مهمه. یک چیزی هم که تو برنامه 12 قدم NA وجود داره، میگه ما فقط برای امروز زندگی میکنیم. یعنی ما این 24 ساعتی رو که زندگی میکنیم سعی میکنیم با آگاهی کامل ازش محافظت کنیم، مراقبت کنیم که برای این 24 ساعت ما مواد مخدر یا مشروبات الکلی مصرف نکنیم و پاک بمونیم. گارانتی وجود نداره برای 24 ساعت بعد. چرا وجود نداره؟ به خاطر اینکه مادامی که ما این مراقبت روزانه رو از خودمون میکنیم، میتونیم بگیم که ما مصرف کننده نیستیم. منی که امروز مثلا اینجا نشستم 18 سال پاکم، من هنوز اگر یک دوست قدیمی رو ببینم که سالهای گذشته باش مواد مخدر مصرف کردم یا مشروب مصرف کردم، من اگر زودتر اون آدم رو ببینم سرام میندازم پایین، رومو میکنم یه سمت دیگه و میرم. چرا؟ چون اون آدم بعد از 18 سال هنوز برای من سمه. هنوز برای من مضره. هنوز یادآوری میکنه گذشته رو. اون آدم به من نزدیک میشه و تنها کاری که میخواد بکنه چیه؟ اینی که به من پیشنهاد مصرف مجدد بده. اون آدم حرفی برای گفتن با من نداره. چیزی به زندگی من اضافه نمیکنه. وقتی میاد خاطراتش میاد و خودش هم که میخواد به من پیشنهاد بده. حالا من با یه حجم زیادی از خاطرات گذشته روبرو هستم و با یه نفر دیگه که داره به من پیشنهاد میده که بیا این مواد مخدر رو ببریم با هم مصرف کنیم. حالا من اونجا دوباره باید یه قدرت فوق‌العاده زیادی داشته باشم که نه بگم اونو رد کنم. پس آدم عاقل خودش رو تو شرایطی، جایی که مواد مخدر مصرف میشه، آدم‌هایی که مصرف کننده هستن، آدم عاقل خودش رو تو اون شرایط قرار نمیده که بخواد نه بگه، که وسوسه بشه و پاش بلغزه. این مسئله بسیار مهمه. پس مسئولیت اینجا با کی هستش؟ بسیاری از خانواده‌ها ناراحتن، نگرانن که میگن ما هر کاری که میتونستیم بکنیم، هر کاری که میتونستیم کردیم، ولی الان نتیجه نگرفتیم. خانواده‌ها خودشون رو بسیار مسئول میدونن. من روی صحبتم با خانواده‌هایی هست که خودشون رو بسیار مسئول میدونن. آقا شما شاید یه رفتاری داشتید تو خانواده، شاید دلایلی وجود داشته که کمک کرده این انسان امروز مصرف کننده مواد مخدر بشه، اما امروز که این شخص مصرف کننده هستش، شما باید این رو بپذیرید، این حقیقت تلخ که 2 الی 3% شما تو زندگی اون آدم تاثیرگذار هستی. 99% تمایل اون آدم هست که بهش کمک میکنه. 99% مسئولیت شخصی اون آدم هست که بهش کمک میکنه. یعنی مادامی که اون آدم تمایل پیدا نکنه، مادامی که مسئولیت زندگیشو قبول نکنه، مادامی که به این درک و فهم نرسه که تمام این خرابی هایی که امروز وجود داره به خاطر این مواد مخدر هست، متاسفانه اون مصرف رو ادامه میده. مادامی که لذت میبره از مصرف کردن، اون مصرف رو ادامه میده و شما باید این مسئله رو بدونید که شما تأثیری ندارید. حالا من تو ویدیوی بعدی براتون توضیح میدم که چرا شما این مسئولیت رو ندارید و رفتار درست شما چی هست و شما چطوری باید چه امکاناتی در اختیارش بذارید و چه امکاناتی در اختیارش نذارید. لطفاً کانال ما رو سابسکرایب کنید، ویدیوهای ما رو دنبال کنید. این کانال تمام هدفش اینه که آگاهی کامل با تمام جزئیات در مورد مسئله بسیار مهم و حیاتی که در جامعه ما هست
و بیش از 7-8 میلیون نفر آدم درگیرش هستن رو به همه عزیزان بگه، چه اونایی که مصرف کننده هستن تمایل پیدا کنن پاک بشن، چه اونهایی که مصرف کننده نیستن این پیام رو از این کانال بگیرن که چه خطراتی و مضراتی در آینده تهدیدشون میکنه اگر اون یک بار رو مصرف کنن. صحبتی که من همیشه میکنم، اگر میخوای سالم بمونی، اگر میخوای سیگاری نشی، اگر میخوای پاک زندگی کنی، اولین پک رو به سیگار نزن، اولین پیک رو نخور و اولین دود مواد مخدر رو نگیر. من تضمین میکنم تا آخر عمرت سالم زندگی میکنی. ویدیوی بعدی رو با ما همراه باشید تا جواب بقیه سوالاتون رو توضیح بدم. مرسی که با ما همراه بودید.